زین العابدین وقتی خاکش کردن حضرت رقیه رو، حضرت صورتشو گذاشت رو خاکه های دوان، بنا کرد بلند گریه کرد. حضرت زینب اومد گفت باریکلا خوب ساکت میکنی زنا رو، تو گریه زنا رو هم در آورد کردی، کمک من کردی. میگو عمه دست از دلم بردار. عمه ولم کن میخوام داد بزنم. گفت چته؟ گفت دم غروب این دختر اومد نشست رو زانوی من، این دستای کوچیکشو گردن من کرد. یه وقت دیدم داره خیره به صورت من نگاه میکنه، گفتم بگو. بعد دیدم نگاه کرد تو زنا، به رباب نگیا، به عمم زینب نگیا، دستاش گردنم بود. گفت برای کشتن زین العابدین همین بس. اوی بچه این لبای کوچیکش آورد دم گوش من، گفت انقدر گرسنم گرسنم